شام بخیر عزیزان. طرز پختن مرغ با سبزیجات در تفتان با روش خیلی آسان و ساده. سراول سس آماده میکنیم. برای این 4 قاشق روغن رستنی، 4 قاشق سس سویا، 2 قاشق روب و نمک و ادویه وابسته به خودش. مرغ من تقریبا 1.8 کیلو، قریب 2 کیلو هست و پورا اون رو با سس میمالیم و از سبزیجاتی که هرچی خودتون دوست می‌دارید میتوانید انتخاب کنید گیرید و سبزیجات ها رو هم نمک و ادویه میزنیم و کاغذ روغنین رو تر میکنیم و پورا با این کاغذ تر کرده شده مرغ رو میپیچونیم و به تفتون با مدت 1 ساعت در حرارت 150 درجه میگذاریم. بعدا کاغذ روغنی رو میگیریم و میمونیم که مرغ پورا سرخ شود، یعنی تقریبا نیم ساعت یا کمتر یا بیشتر وابسته به تفتون است. یعنی مرغ تا زمانی که مرغ پورا سرخ شود و خوب طعم خوشمزه ما هم فایده‌ناک ما آماده است. مرغ رو با سبزیجات و خورش های تر و تازه میتوانید پیشنهادی عزیزان کنید. نوش جان.